روز سه‌شنبه ساعت 6 عصر، زمانی که فرزند جان از کار خود آمد خانه، من هم هنوز آشپزی چیزی برای شب آماده نکرده بودم. دیگه متوجه شد که گوشت یخ کدگی در یخچال برای کباب داریم. خواست که شام بریم در بیرون کباب آماده کنیم و با هم یک جای کبابی عالی نوش جان کنیم. اینجا اول ما کره کباب خود از موتر پایین نکردیم، چون ما اینجا دیدیم که کره کباب از وقتی که دیدیم یک کمک ناپاک و اینا بود، زیاد کسا استفاده کردن. ما دوباره ترجیح دادیم که کره کباب خود بیاریم و کباب خود دو پخته بکنیم. دیگه قسمی که ببینیم فرزند جان کره کباب آورد کشید و تمام کباب ها را روش ماند. ما دو قسم کباب داشتیم. یکی کبابی از گوشت گوساله که تقریبا یک هفته پیش اخته کردگی بود، با موادی که من اخته میکنم واقعا کباب بسیار زیاد نرم، خوشمزه و عالی میایه. و همچنان کباب از گوشت استیک داشتیم که او دیگه ضرورت به اخته کردن به مدت طولانی نداره. دیگه اگرچه که ایام اخته کردگی بود، اینجا قسمی که ببینین کباب ما آماده شد. دور از دلتان بسیار زیاد مزه‌دار بود. جای تک تک شما دوستا خالی و با موادی که من اخته میکنم واقعا هم گوشت نرم میشه، قسمی که خودتان در تصویر میبینین هم گوشت نرم میشه و همچنان بسیار زیاد طعمش خوشمزه بشه. اگر شما دوستان میخواین که باشتان شریک بکنم، لطفا در کامنت برای ما نوشته بکنین. دیگه جای تمام شما دوستا خالی. وقت کباب مزه‌دار بود و قسمی که میبینین ایام کبابی از گوشت استیک است که ایام آماده شد. پشت کباب گوشت گوساله ما کباب را نوش جان کردیم و در آخر دیگه یک کمکی ما میوه جور کرده بودم، میوه را هم خوردیم. تقریبا ساعت 8:30 و 9 شب دیگه ما حرکت کردیم و طرف خانه آمدیم.